5 کشور قدیمی جهان که هنوز زندن. اولیش قطعاً شوکتون میکنه. پنجم، یونان با حدود 2700 سال قدمت، زادگاه سیاست، فلسفه و دموکراسی. چهارم، هند، تمدنی ریشه‌دار با بیش از 2800 سال تاریخ مکتوب. سوم، چین با تاریخی نزدیک به 3000 سال، سرزمین امپراتورهایی که قرنها جهان رو تکون دادن. دوم، مصر، از فرعونها تا امروز بیش از 3100 سال تداوم هویت. و اما اولین کشور، جایی که بیش از 3200 سال تمدن، هویت و نام داشته. ایران، وطن من و تو، سرزمینی که سقوط دیده، حمله دیده، ویرانی دیده، اما هیچ وقت حذف نشده. هیچ ایرانی بیلایک از افتخار کشورش رد نمیشه.